این کاخی سامان است در بستانسرای حکومتی و بعد چند لحظه ما در همین جا قطار ماشین ها با پیشوای معظم ملت نزدیک می شوند و در تالار مراسم سوگندیاتکنی در نظر است. این قطار ماشین ها وارد بستانسرای حکومتی می شوند. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. من همچون президент سوگند یاد میکنم که کنستیتوسیا و قانونهای جمهوری را حمایت می‌نمایم. تأمین حقوق و آزادی ها و شرف شهروندان را کفالت می‌دهم. سرزمین استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان را حفظ میکنم. به خلق صادقانه خدمت می‌نمایم. تشکر.
یک جان تشکر. مرحمت. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، حاضرین گرامی، در این لحظه های پر افتخار با کمال احترام و محبت و صداقت فرزندی به تمام مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما که روز 11 اکتبر سال روان در چهارمین بسیار مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعتقاد و باوری بزرگ ظاهر نموده سرنوشت خود و تقدیر مملکت را به دشمن واگذار کردند، سپاس بی پایان و منتداری صمیمی بیان می نماید. همچنین با احترام بی‌نهایت بزرگ ایثار می‌دارم که من همچون یک فرزند خلق عزیز تاجیکستان هنوز از روزهای اولی فعالیت خود در منصب رهبر دولت از پشتیبانی صمیمی مردم شرفمند کشور، دعای خیر پدر و مادران، سابقه‌داران و پیران روزگار و مخصوصاً دستگیری فعالانه جوانان وطن دوست و با ننگ و ناموس روح نیروی تازه گرفته در جاده رفع مشکلات نهایت سخت و سنگین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور با اراده مستحکم و عزم قوی قدم می‌گذاشت. من از مردم عزیز تاجیکستان یک جهان سپاسگزارم که زحمت و تلاش‌های مرا با اشتراک فعالانه خود قدردانی کرده محبت و صمیمیتی نسبت به من داشته شان را با دادن رأی خویش اثبات نمودند.